صنعت هیچگاه از مود نمیرود. در گروه هاتون پس از رستم عظیمی کی دویمین شده مبلغ زیاد میگیره؟ جان دانه دانه دلبرم یک دانه یارم دلبرم. سه کاری که خیلی سوست اجرا میکنه. شلاسش پس سه سال سوش کن. در حقیقت دیدی یک بار گفت که 1 میلیون مگه خیلی کار بسیار پیش برد. فرزندتون یک نوگونی از نگاه نو برای شما ایده. در خانه یک درخت داریم که هر روز در یک سال 4 بار میوه میدهد، میوهش پول است. یگان تقوی میلیونر یا میلیاردر هم ندارید آخه؟ وای از برای خدا به من بگو بی وفا. کدو رو دوست می‌دارید یا نه؟ ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. салом азони дил, лоиҳаи нигоҳи нав манзури шумо аст. аввалин пахши карантин стайл, яъне суҳбати фосилавӣ манзури шумо мешавад ва аввалин барномаи мо дар бахши карантин стайл ҳофизе ки шумо дӯсташ медоред ва интизораш будеду медонед ки ки ҳаст. ҳофизи хеле ҷавону пурэнержӣ Рустам Азимӣ меҳмонӣ. барномаи нигоҳи нав ҳаст. мо тариқи онлайн бо Рустам Азимӣ дар карантин стайл гуфтугӯ мекунем. аммо пеш аз оне ки бо Рустам пайваст шавем, албатта чун ҳамешагӣ чанд саволи ман барои шумо бинандагони азиз ҳамин гуна аст. хуб, барои чӣ мо халадилник ё худ яхтонро халадилник мегӯем? хуб, чаро мо гурбаро пишак мегӯем? чаро мо бодирингро бодаринг мегӯем? чаро мо шоколад ё худ шириниро шоколод мегӯем? خب شما هم اگر چنین سوال ها دارید در شرط نویسید، من در برنامه آینده حتما قرائت میکنم. خب حالا ما با رستم عظیمی پیوست میشیم. رستم جان السلام علیکم، امیدوارم خوب هستید و تشکر که در شرایط کرانتین راضی شدید که اولین برنامه رو تاریخ کرانتین استایل با شما هر دو در خانه نشسته ثبت کرده باشه. سرول سلام. نثار شما سلیم جان، نثار تمام تماشابینان تلویزیونی سیمای مستقل یکم، تماشابینانی که ما طریق شبکه‌های اینترنتی می‌بینند. درود بر شما. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب رستم عظیمی در شرایط کرانتین چی حال دارد؟ با چه کار مشغول است امروز؟ نپرسید. راستی این کرانتین یک دردی سر اومد. بسیار من تشنه هستم که ایجاد کنم، تشنه هستم که هر روز یک نوگونی کرده هستم. به دوستان زنگ میزنم، اهل گروه همه پراکنده در 4 طرف که کرانتین گفتم و گرفته گشتن. برای همین خیلی شکر هر روز ایجاد کرده هستیم در خانه. البته با یار دوستان، با همکسبان خود که اهل گروه خود زنگ‌های تلفنی کرده، طریق شبکه‌های اینترنتی مصلحت‌ها کرده شدیم، آمادگی شدیم با باز یک چند نوگونی‌های دیگر. عموما بیکار ننشستیم، همیشه در پی ایجاد هستیم. تشکر زیاد. آخر زیغ نشده؟ زیغ شدم، چیکار کنم؟ مجبور. کل دنیا چنین درد گرفتار است. بله، سلامت باشید و فکر میکنم که روزهای نزدیک عموما در فرصت کوتاه‌ترین ما این بلا رو پس سر میکنیم و همه دیگر دیده به دیدار میرسد. سلامت باشید. خب اگر شما آماده باشید ما سوال‌ها رو از قسمت نگاهی نو آغاز میکنیم. رستم جان امروز طوری چند ساعته که هست بنده در خدمت شما هستم. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب شما یک بار رستم، چون من مشاهده کردم در جاده سر رقابت صنعت وارد شدید و در فرصت کوتاه محبوبیت زیاد هم پیدا کردید، مخلصان خود رو پیدا کردید. البته این چیز به خرج مبلغ به سرپرست نمی شود. سرپرستی رستم عظیمی کی بود؟ تشکر زیاد. البته در نظر مردم است که من یک باره روی صحنه آمدم، یک باره موفق شدم. اگر البته اولش شکر خداوند که مردم چنین میخونن، چنین قدر میکنن. برای من یک دولت است. لیکن میدونید برای آمادن این قدر برنامه ها و این قدر ترانه ها ما از سال 2014 آمادگی میدیدم. سال 2016 اهل گروه خود رو جمع کردم و نیت کردیم که سال 2017 برنامه کنسرتی گذاریم. چقدر که شما گفتید در حقیقت به یگان سرپرست به دستگیری نمی شود. ما یک اکوی عزیز و یک اپای عزیز بودن که با هم ترانه‌های ما رو گوش کردن، به یک معرکه خود ما رو دعوت کردن و در اونجا گوش کردن. گفتم برای چی؟ من شما رو در تلویزیون نمیبینم، در رادیوها نمیشنوم صدای شما رو. من گفتم برای به تلویزیون و رادیو برآمدن بسیار مبلغی کلان در کار که من روی صحنه بیام برنامه کنسرت داشته باشم. گفتن چه خدمتی از طرف ما باشد ما آماده هستیم که خدمت شما رو کنیم. عموما همون اکوی عزیز، اکوی مظفر در اینجا هزار احمد میگم با اون کس که
روزی شدن، ما رو دستگیری کردن و امروز شکرانه از آن میکنم که من در روی صحنه هستم، در خدمت مردم عزیز هستم. فهمو. رستم جان، حالا هم سرپرستی میکنن یا خود امروز مستقل هستید؟ چگونه است؟ البته مستقل هستم، ولی رو و دوستی ما مستحکم است. با هم البته همیشه در پس هستیم. فهمو. تشکر زیاد. خب یک سوال کمی شاید که غیر عادی باشد، نمیدونم با شما پسند میشود نمیشود. خب خیلی سیر حرکت و با انرژی هستید. خیلی در کلیپ‌هایتون، در کنسرت‌هایتون حرکتی زیاد دارید، رقص میکنید، انرژیتون خیلی زیاد است. خب فکر نمیکنید که با گذشت سالها که سن جوانی سپری میشود؟ البته مخلصان میتونن شما رو این گونه که امروز قبول دارن قبول نکنن. چی فکر دارید؟ نه، برای چه فکر میکنم البته آینده خود رو بسیار اولش اینکه سلیم جان هر روزی که خداوند میدهد، هر صبحی خدا باز توفیق میکند، شکر میکنیم و برای همون صبح زندگی میکنیم و فردا رو همیشه فکر میکنیم که چطور شاید میشود. لیکن میدونم یک چیز رو میگم، باوری دارم که اولش خداوند، دوم صحت سلامتی مردم عزیز، مردم سربلند تاجیکستان، که صنعت هیچگاه از مود نمیرود. شاید چه گویم یگان ژانر از مود رود، لیکن ایجادیاتی که ما میکنیم نگاه کرده به زمانه، نگاه کرده به مردم، نگاه کرده به همان دوستانی که ما رو میشنوند و ترانه‌های ما رو پسند میکنن و از روی همون ایجاد کردن، من باور دارم که در آینده ها ما باز به قلب مردم نزدیکتر ایجاد میکنیم، از درد دل مردم ایجاد میکنیم. باور دارم که مردم از ما روی نمیگردن، چون که ما همیشه از پی ایجاد هستیم، مهنت میکنیم، با دل صاف و با دل پاک مهنت میکنیم. برای این باور دارم که همش خوب میشه. کلانتر که شدن گرفتیم با صورت‌های وزمین‌تر میخونیم که به همون نگاه کرده سخت رقص کردن هم چی نمیشود، طلب نمیکنن. فهمو. باز آدیتوری خود را پیدا میکنن گیدم. فهمو. منظوری من این است که شما چی فکر دارید؟ اصلا مخلص با وفا بوده میتواند؟ زیرا مثلا اگر شما طول یک سال یا 2 سال اگر توقف اعلام کنید و به صحنه نبرید و خود را نمایش ندهید، دیگر او میرود دنبال دیگر نفر و به دیگر نفر کف میکوبد. شما چی میگویید؟ یک چیزی از همه اساسیش به فکر من که باید که در اول صنعتکار با وفا باشد. صنعتکار باید با وفا باشد که برای مخلص، برای شنونده خود ایجادیات کند، نو به نو پیشنهاد کند. البته که چه که شما گفتید تنفس نکند. وقتی که تنفس کردید، البته این عموما طبیعت چنین است که با چیز دیگر عادت میکند، نه بلکه یک مخلص. در اینجا من گفتن نمیتونم که مخلص بی وفا است. مخلص همیشه وفادار است. اگر تو ایجاد کنی، اگر تو در رقابت باشی، در علاقه باشی، همیشه چه هم فکر باشی، هم صحبت باشی، ترانه‌های نو و نو، ایجادات نو و نو کنی، هیچگاه مخلص بی وفایی نخواهد کرد. اگر در حقیقت تو بی وفایی کردی و با مخلص چیزهای نو پیشنهاد نکردی، البته که بی وفایی خود رو میکنی. فهمم. تشکر زیاد. خب بیاید سوال از پهلوی دیگر. شما دوست داشته اویله‌دار شدید رستم جان، از رشک قصه میکنیم؟ تشکر زیاد. تشکر سلیم جان. بسیار میخواستم که زندگی من، زندگی که اویله داری و عموما زندگی من در دیگر راه باشد و صنعتی که ایجاد کردم، این زندگی که صنعت است و کسب هنری، این سرایندگی و هنرمندی است، در راه دیگر باشد، با هم پیوستگی داشته باشن. لیکن البته به سوال شما جواب میدم. من فرزند کلان خاندان هستم. انتخاب اویله دارشوی من در دست پدر و مادرم بود. البته اولا با رضایت مادر و پدر من انتخاب کردم، زیرا در خاندان ما دختر نبود. برای مادر و پدرم دختر شود. از این لحاظ یک اویله سالم برپا کردیم، شکر خداوند. صاحب اویله سالم هستم. یگان کمبودی، یگان شکایت از زندگی خدا دارم. تشکر زیاد. آخرین کلیپ شما در دولت همسایه‌مان ازبکستان به نمار گرفته شده ایستاده است و پوشیدن است که سالهای آخر همه حافظان کوشش ثبت کلیپ را در آنجا دارند. خب کلیپ میکرهای خودمون رو چگونه بها گذاری میکنید؟ چی فکر میکنید کی ما هم ردیف همسایگانی برادرمان میشه؟ چرا ما در خودی ثبت نمیکنیم؟ ما لکه هم ردیف هستیم سلیم جان. ما یگان کمبودی نداریم از دیگر همسایگان و از دیگر نواربرداران و عموما رژیسوران دیگر دولت‌ها. لیکن این سال عموما نقشه اهل گروه ما بود که یک بار از بیرون نیز کارو کرده بینیم، فعالیت رو کرده بینیم چطور میشه. لیکن من با شما میگم که در تاجیکستان بهترین هنرمندان هستن، کلیپ میکران هستن، از جمله اکمل واسیدی در شهر دوشنبه رف پروداکشن منوچهر جان است،
اکرم مومنوف است، بسیار بسیار بزرگان هستند که در حقیقت هنری بالا دارند. ولی یک چیز رو میگم که به ما کمک تکنیک نمیرسد، تکنیک کاری نمیرسد که از همه اساس انا همین چیز سبب بود که من به جمهوری ازبکستان رفتم، خواستم که برای مخلصان شاید یک چیز بهتر رو باز تحفه گردم. فهمو. پس دیگر در نقشه نیست که در دولت همسایه ازبکستان کلیپ های خود را به نمایش گیرد. چی کنه؟ برای چی نیت ها هستن که در امریکا با ثبت کلیپ کرده باشه. ما دعا میکنیم که ما رو با اون مقصد ها رسانه. البته من در این کارها گفتنی نیستم که کلیپ میکرون ما کار کردن نمیتونم. من یگانه مقصدم اون است که من باز چیز بهتر کنم. میدونید در یک راه رفتن سند چون این است که چیزهای بهتر و چیزهای زیباتر رو طلب کردن میگیرد. بسیار میخواد که هر سال زینه به زینه چیزهای نو کرده پیش میاد. و از این لحاظ من خواستم که اهل گروه که یک بار به جمهوری ازبکستان سفر کنیم، یک بار از نظر بزنیم، یک بار با آنها همکاری کرده ببینیم که چطور میشه. و شکر از آن میکنم که من مخلصان بهادی هم تا کدام درجه موفق شدیم. بله، من فکر میکنم که خیلی خوب قبول کردن از اون شرح و از اون لایک و از اون توجهشون. البته که این خود معلوم است. تشکر زیاد. خوب، در صحبتی قبل از ثبتی که ما گفتگو داشتیم با شما ذکر کردید که پای اجرای سرود هستید و با شاعران در گفتگو بودید. اگر خطا نکنم بله همین گونه سخن بود. امروز که شما سرودهای نو ایجاد کرده اید و امروز که در مقابل این معرکه ها موقتا قطع شده است و از این مولوی شما چگونه است بس ایجاد سرودهای نو، ثبت کلیپ های نو میرسد؟ اگر کشاده گویید. تشکر. یک موضوع اساسی زندگی است عین حال، نه تنها برای من، برای کل مردم تاجیکستان که کل مردم دنیا که یک درد، یک وبایی است، یک وبایی که در حقیقت مردم رو کمی هم باشد و ترس و واهمه آورده ایستاده است. من گفتم میتوانم که خیلی شکر از آن میکنم که من خودم هستم، باز در برم برادران هستم، پدر عزیزم هستن که همیشه از این چیز هیچگاه ناراضی نیستم که من وضع مولوی من بد است. شکر از آن میکنم که کسی هست و خدا شکر میکنم. حاضرش به همش خوب. فهمم. تشکر. من فکر میکنم که در همه حالت قوتی خداوند برای شما همان توانایی رو میدهد که سرودهای نو برای مخلصانتان ایجاد میکنید. تشکر. خب سلامت باشید. خب طول 7-8 سال خطا نکنم شما مقیم روسیه بودید، یعنی در مهاجرت مسافرت بودید. یک خبری خوش باید برای مسافران گویید. این سوال به همه مهمان های ما واگذار می شود. رستم جان چه خبر هست برای مسافران؟ سلامت باشد. خبری خوش گویم هست همین گونه. من البته از قلب میگم، من همیشه دعا میکنم. من باوری دارم که انشالله که در تاجیکستان آبادی های بزرگ رفته ایستاده است و کل مردم مهاجر میگم که در نزدیکی ها همه اونها به وطن برمیگردن و صاحب کار و زندگی آسوده در این وطن خواهند کرد. تمام. تشکر. سلامت باشه. تشکر. مسافرانی که ما رو میبینید برای شما از نام برنامه نگاهی نو و از نام رستم عزیمی سلام و خود رو احتیاط کنید. البته که تشکر رستم جان. در جای سیناری نویس بودنتون رو ذکر میکنید. از این هنرمندیتون قصه میکنه؟ نه، سیناری نویس اینقدر سیناری نویسی با قوت نیستم، لیکن در اول ایجادیات یک دو سه کلیپ ترانه رو خود نیست همراهی همون کلیپ میکر نشسته مصلحت کردیم اون من پیشنهاد سیناری نویسی کرده بودم. لیکن یک خبری نو میگویم با کلی تماشابینان، با کلی دوستانی که میشناسند و قدر میکنم، با کلی هموطنان عزیز گفتنیم که در نزدیک خدا اگر خواهد من یک کتاب زندگی نامه خود رو پیشکش میگردونم که از آوان کودکی من تا به شهرهای روسیه رفته زندگی کردن، فعالیت بردن، کار کردن و عموما به امروز رسیدن. من پیشکش میگردم کمک هنری سیناری نویس نویسندگی دارم. خدا اگر خواهد پیشکش میگردونم با قلم خودتان. بهترین میشود. من فکر میکنم که مخلصان شما اون رو انتظار میشوند و خود من نمیپرسم که نامش چی میشود، اون در کدام ژانر میشود. ما البته برای شما موفقیت تمنا میکنیم. فکر میکنم که خودی مخلصانتان شاهد میشوند. تشکر. خب در باب از مبلغ گفتیم رستم، یک سوال میدیم خواهید جواب گویید، خواهید پوشیده نگاه دارید. در گروه هاتون پس از رستم عظیمی کی دویمین شده مبلغ زیاد میگیرد؟ تشکر زیاد. برای من در
عموما زندگی همیشه به دوستان خود میگم، به اهل گروه خود، به برادرانی که همراه من هستن همیشه میگم که اگر در زندگی در حقیقت مهر، محبت، صمیمیت جای اساس باشد، بین اهل گروه، بین همکاری، بین در یک جا فعالیت بردن، البته که مبلغ نقش اساسی خود رو میگیره. جایی میشود که از پشت مبلغ یک دیگر نافهم میشود، بسیار پستی‌های زندگی بسیار از پشت مبلغ نشون میگیره. از این لحاظ من به اهل گروه چون یک ریجه کرده هستم که چند مبلغی که ما از معرکه ها میگیریم، از توی ها میگیریم برای فعالیت، عموما برای زندگی، کلی نوازندگان من قریب که یک خیل مبلغ میگیرن، همه‌شون یک خیل میگیرن، بغیر از اون دولتی که در همان تکنیکی ما رو دستگیری میکند و یوری میدهد. دیگر اهل گروه، اهل نوازندگان قریب که برابر مبلغ میگیرن، در اینجا اینش زیادتر اینش کمتر نمیگیره. فهمون، برابر فهمون. من رو با یک چشم میبینم گویدم. خب تشکر. خوب، پس از کرانتین مخلصان از رستم عظیمی چی رو انتظار شوند؟ باور کنید پیش از کرانتین بسیار نقشه‌های زیاد بود که برنامه کنسرتی داشته باشیم. قریب در 6 شهر روسیه نقشه کرده ایستاده بودیم که برنامه کنسرتی خود رو پیشکش گردونیم و خیلی نصیب بود است. بهشم شکر میکنیم. البته که به زودی ما نگاه نمیکنیم نه به کرانتین نه به یگان پستی بلندی ها. ما همیشه در پی ایجاد هستیم، همیشه حرکت میکنیم که یک کمی هم باشد دل عزیزان رو، دل مردم عزیز رو بولیده گردانیم، روحشان رو کمی هم باشد بولیده گردانیم. برای این ما نقشه کرده هستیم که دو سه ترانه نو با کلیپ ترانه های نو و یک دو پروژه نو که هست، این همچنین یک سورپرایز است که به نزدیکی البته پیشکش می‌گردیم. خدا نخواد. فهمم. تشکر. فکر میکنم که مخلصانتان انتظار میشن. خب رستم جان، اگر زید نباشید میگذاریم به سوالهایی که از ایجادات شما کمی بیرون است و بعد جهان بینی و حالت اجتماعی شما رو علاقه‌مند است معین میکند، زیرا شما نفری هستید که با برابری جوان بودن. من فکر میکنم که جهان دیده هستید، خیلی دولت‌ها رو سیر کرده دیدید. فکر میکنم که سوالهای ما برای شما اونقدر مشکلی نمیکشد. شما زید نیستید؟ نه چی برای چی؟ من گفتم که امروز در خدمت شما هستم. تشکر. پس ما چگونه یکی میخوایم برای شما سوال میدیم؟ سوال این است، شما پدر هستید. سه وظیفه پدری از نگاهی شما، سه وظیفه پدر کدام هست؟ میگویم اول مهربان باشد، دوم پسیکولوژی خوب باشد، روانشناس باشد، روانشناسی خوب باشد. خب سومین چی حاجتی که فرزند دارد، چی خواهشی که دارد، البته که بونه که در خدمت فرزندان باشد. فهمم. تشکر. بهترین. خب یک جهت مثبت و یک جهت منفی کسب شما از نگاه خودتان. از خواب دیر میخیزم، باور کنید با عذاب میخیزم. این کمبودی من است. زیرا که دیر خواب میکنید. زیرا که در حقیقت برای من یک همچنین انسان فخر است. همیشه من یکون نقشه یکون کاری که پیشه میگذارم برای خود با مدد خداوند، البته به همون نقشه خود رفته، هم با یاری دوستان عزیز البته رفته میرسم. همین دو چیزی که نول میشه، هم منفی هم مثبت است. یک منفی و یک مثبت. فهمم. خب بیاید ما سوال رو اینگونه بگذار کنم. اسکندر قلندر فهمیمانی ما بودن، اون نفر نیز از دیرخوابی شکایت کردن، قریب که همه حافظان، مثلا دیگر حافظانی که ما زنگ البته چون که ایجادکار چون شبانه ایجاد میشود، چگونه است؟ الهام زیاد میبیاد. شب الهام زیاد میورد. فهمم. یعنی الهام میبیاد، باور کنید آرامی است، الهام زیاد میاد، بسیار ایجاد میکنه. فهمم. یعنی شبانه زیادتر شما کار میکنید نسبت به روز. همین گونه. البته فهمم. زیرا که هر یک حافظانی که من میخوام تماس گیرم یا اینکه صحبت کنم، من میترسم که تا ابد تا نصف روزی گویم که من با او در تماس نگیرم، زیرا از خوابش بیدار نکنم. بعد نصف روزی من میتونم بیام تماس گیرم. اما خب تشکر. به هر صورت من فهمیدم شما رو. تشکر زیاد. این البته به شما دخل نداشت، من هر وقتی که خواستم به شما جواب میدم. البته بیمال البته له حضور ماه شریف رمضان است. ما البته که تیز میخیزیم از پی نماز، از پی روزه بزرگ. البته این
حاضرش به این چیز دخل ندارد. عموما میگویم که همین چیزی من کمتر مشکلی است که از خوب خستنی من کمتر وزنی است. فهمم. خب دیگر میریم نباشد ادامه میدیم. شخصیت ها رو با یک کلمه باید تعریف کنید. مالش؟ خب میتونید لقب گذارید، یگان چیز گویید، نمیدونم تنها با یک کلمه میبرم. خب افضل شو شدی؟ استادی بزرگ. استادی بزرگ. سایرا میسویوا؟ هنرمندی بهمتا. هنرمندی بهمتا. غالب جان یوسفوف؟ شخصی انسان خاکسار و بهترین. بهترین فهمو. همه رو لیکن تعریف کردید شدید. آرزو یوسف. کی گفته؟ آرزو یوسف. آرزو یوسف بسیار قلم تیز دارم. قلم تیز. قلم تیز. فهمم. خب قربانی صابر. باور کنید از هنرشون کیفیت میبرم. بسیار هنرمندیه. هنرمندی بهمتا ها؟ عالی. فهمم. مخیم جان عبدالفتاح. هم صحبتی خوش چقچق البته. فهمم. خب اخیران شخصیت طالبی آذرخش. استاد آذرخش. شخصیتی بزرگ. هیچ چیز گفتن نمیتونم برای استاد. فهمم. تشکر. شما فقط بزرگان رو نمبر کردید، من چقدر نامشون تقلید کنم واقعا. بله یعنی اینجا جرم در من بود. سوال اصلا غلط نبود اصلا. من باید نفرانی رو که اونقدر موفق هم نیستن باید میگفتم. خب به هر صورت تشکر، من شما رو فهمیدم. خب دیگر میریم ادامه میدیم. در زندگیتون از همه زیاد چیزی که انتظارش بودید یا حالا هم میتواند که انتظار باشید اون چیز چی است؟ بوده زندگی همیشه انتظاری سلیم جان. فهمم. همیشه یک چیزی یک روزی نو میشه، صبحی نو میشه، الکی یک فکرهای نو، ایده‌های نو میگوید. بسیار میخوای که به این نقشه رفته رسونی، به این نقشه رفته رسی، به این آرزو رفته رسی. من همیشه انتظاری است و چی انتظاری که داشتم تا امروز به هم شکر خداوند که به هم جامعه عمل پشت ایستادند. از این بسیار شکرگزار هستم و باز خیلی نقشه‌های بزرگ در پیش، یک انتظاری بزرگی دیگر دارم که البته گفتن میتونم لیکن خدا رساند. بعد از رساندنش البته میگه. فهمم. خودی مخلصانتان شاهد میشم. من فکر میکنم که تشکر. خدا اگر خود البته. تشکر. خب در بالا از پر انرژی و سر حرکت بودنتون گفتیم رستم جان. سه کاری که خیلی سست اجرا میکنه. برعکس انتونی همون سوال. همون حالت. سست اجرا میکنم. بله سه کاری که سست نهایت سست اجرا میکنه. اولینش من در خانه اگر گوین که یگون چراغ یگون چیز ویران شده است به حد با عذاب رفته کارو میکنم. اگر کنم گید اگر خب دومینش اگر در همون نزدی حولی خانه با عینی ها گید حوزی هست، میوه ها هست یا پدرم کارتوشکایی و همون پیاز و کبوتی چلو کردگیان رفته کنده بیارگن اگر برای من یک ملال برید. خیلی عموما کارهایی که خیلی صنعت است، بسیار کارها کمک مغامره شده گید آخران سالها. اگر خیلی صنعت باشد بسیار مغامره میکشن. سه چیز نیست، بسیار چیزها هست که بعد از بغیر از هنرمندی من خیلی مغامره میکنم. کمبودی رو تن گرفتن، جرم رو با کلا گرفتن هم مردی است. تشکر. سلامت باشید که بی‌پرده جواب میدید رستم جان. سلامت باشید. خب ادامه میدیم. سوالهایی که داخلش سوالهای خرد دارد با یک کلمه باید جواب کنید. من یک کلمه میگم شما هم یک کلمه باید بگویید. آماده هستید؟ مرگ. خرز. سرود. زندگی. فیلم. وقت گذرانی. وقت گذرانی همین گونه. اگر من میبودم راستی من این گونه نمیگفتم زیرا خیلی دوست میدارم من تماشای فیلم رو. خب به هر صورت این نظر شما از احترام میکنم. تشکر. مادر. گنج بی‌بها. چشم. تحفه بزرگی خداوند. انتظاری بسیار دوست نمیدارم. فهمم. و آخرین کلمه کرانتین. دردی سر. بله واقعا هم درست گفته. خب تشکر. و آخرین سوال از قسمت نگاهی نو و بعدا میگذاریم به دیگر قسمت های برنامه. و اما اینجا انتها نیست. از همه کاری زیاده که اجرا میکنید کدام است؟ از همه کاری زیاده که اجرا میکنید؟ راستی بسیار در
3 سال اخیر فقط سرودخوانی میکنم، ایجاد میکنیم و میخونم البته همین کارها بسیار بسیار جالب. تکراری سرود خواندن و تکراری نواختن عموما. فهمیدم. تشکر. خب رستم جان تشکری زیاد. در همینجا قسمتی گوییم که سوال‌ها از نگاهی نو به انتها میرسد و حالا چند قسمت دیگری خردی برنامه هست. البته یک قسمت دومین برنامه ما یک قسمت خیلی خرد هست با نام شرط هست. عادتا نفرانی که مهمانی برنامه ما میشدن به نفر زنگ میزدن و یگان حالت رو اجرا میکردن، دوبلیاژ واگذار میشد بهشان و هر گونه حالت ها بود. چون گوییم که ما با شما در صحبت فاصله قرار داریم که در کرانتین استایل هستیم. خب شما باید یک تا تیزگویی گویید و 10 کلمه دوست داشتهتان رو زود بیان کنید. می شود؟ خب تیزگویی و در علاوه‌دگی 10 کلمه ها؟ 10 کلمه که خیلی دوستش می‌دارید. تنها فکر نکرده زود باید که پی هم گویید 10 کلمه رو. تیزگویی با زبان روسی می شود؟ باشد، چرا نه؟ خب رفتیم. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. تشکر. خب سوس کاری بشه. دوم کلمه از همه دوست داشتم من یکمش خداوند. مادر. من شماره دادم. تنها زودتر. پیغمبر، اسلام، سرود. پیغمبر، اسلام، سرود. موسیقی. خب. گل. بهترین. گل. فرشته. رنگ. چند تا شد؟ 9 تا. با یک تا دیگر. کلمه دوست داشتم تیدا؟ بله کلمه. اون من کلمه. اگروپ. یک بار دیگر. اگروپ. فهمم. تشکر. فهمم. بله گروهی دوستم از این من دیرتر فهمیدم. شما یک بار پخش مستقیم وای میکنید. بله. سری آدم یک بار چی میشه گرنگ میشد که از کجا کلمه یابم. یک دقیقه کلمه‌ای گفتم قریب 7 تا 8 تاش از قلب بودن. بله تشکر. و من تنها یک چیز رو نفهمیدم. رنگ گفتید خطا نکنم. رنگ چرا؟ کدام رنگ رو دوست دارید؟ پس من رو نگاه کنید دو نمود رنگ هست. بله. هر دومی رنگ رو دوست می‌دارم. بله رنگ‌های دوست داشتم. یعنی رنگش رو خیلی زیادتر دوست می‌دارم، زردترش رو. فهمم. خب فهمم. تشکر زیاد. خب اینجا قسمتی گوییم که شرط. من تشکر میکنم از شما و قسمت شرط در انتها میرسد و رسیدیم به قسمتی گوییم که بزرگ برنامه ما، یک قسمتی که عزیزان شما را انتظار بودند که به سوال‌هایشان پاسخ بدهند. شما آماده هستید که به سوال‌های مخلصانتان جواب بدهید؟ بجان برای چی؟ بجان مرحمت. خب سوال اولین رو برای ما بچه تاجیک روان میکنن. سلام رستم عظیمی، سوال چنین است: نظر شما نسبت هنر اسکندر قلندر و گروه اقبال چگونه است؟ و یک خواهش از جانب مخلصان گروه اقبال اینکه با اسکندر یک دوئت می‌سرایید ولی پیشنهاد از جانب خود شما باشد به سبک حسن ولیزاد بخوانید. انا همین سوال رو با یعنی دوئت با اسکندر ولیزاد خیلی زیاد پرسیدن. چی میگید رستم جان؟ تشکر زیاد. سلام تشکر میگم البته. و از روزی که من اولین آغاز کردم این راه رو با من بسیاری دوستان میگن، مخلصان اسم میگن که من به خدا رحمتی حسن ولیزاد بسیار مانندی دارم. فخر است البته برای چنین یک شخصی بزرگ بودن، صنعتکاری بسیار خوب بودن و هنری اکای اسکندر رو چه بگم، هنری اگر هنری بد میداشت گروه اقبال تا این درجه بزرگ که تا حال چنین گروه نیست در تاجیکستان من ندیده هستم که چنین گروه باشد که در ورزشگاه بزرگی وطن همه کنسرت‌های بزرگ باشد. اگر هنر اسکندر و حسن ولیزاد نمی بود با چنین موفقیت ها مایل نمیشه. بسیار هنری خوب دارن اکای اسکندر. خوب یک انسانی خاکسار هستند، انسانی بسیار یک پاکیزه پرست هستند. از این لحاظ البته من درباره دوئت خواندن راست فکر نکردم یگان بار. نمیخوام که دروغ بگم که فکر کردم یگان وعده دروغ دیم، لیکن البته در آینده میبینیم یگان موضوع خوب باشد. البته با اکای اسکندر برای روحی حسن ولیزاد شاد گشتم و پاک گشتم
البته این کارو خدا اگر خواهد اجرا خواهیم کرد. فهمم. تشکر زیاد. من فکر میکنم که خیلی گویم که همین جواب شما رو انتظار بودم مخلصان. تشکر زیاد. فارسی لایک می‌نویسن. سلام برادر عزیزم رستم جان، شما بهترین سراینده، موفقیت خواهانم. من خیلی شاد هستم. با پیش سوالی من این است که چونین است نوشتن، بعدا اسمشون رو گفتن. اسمشون رامین بودن، از ناحیه عینی در اسکندرکل. من دانشجو بودم، در کالج صادرخان حافظ میخوندم. در دریژوری صمد و منیره راهبرمان بودند و شما نیز آنجا میخوندید. در گروه نورماتوف رستم جان نیز در کنارمان بودند. در کالج احترام میکردیم، میشناختیم و این روزها مثل یک برادرم گفته در ادناکلاسیک یا یوتیوب، اینستاگرام در زیر کامنتاری ها، یعنی خودم رو معرفی میکنم، سوال میدهم، برادرم شاید نشناسید یا فراموش کرده اید، فقط جواب میدهید. تشکر گفته خلاص. حتی سلامم رو علیک نگرفتید رستم. و شادمان سلیمانی هر دوتون، یا شادمان سلیمانی هم به فکرم همین گونه هستن. خب یا چرا با مخلصانشان کمی سوس معامله میکنند یا عیب از پول باشد؟ من در دوره‌های 5 سالی پولو در یادم هست، فکر نمیکنم. خلاص خیلی گپ‌های زیاد همین گونه با همین مضمون و نوشتند که اگر بگذار همیشه سربلند باشید، سلام از شهر استانبول و اگر امکانیت باشد دو جمله از سرود جوانی سرایت از شما سپاسگزارم نوشتند و برای شما در آخر در اینجا موفقیت. تمام. تشکر زیاد. سلامت باشن دوستی عزیزی که در اینجا گفتن. البته در دوره کالج بسیار همکورسان بودند، زیاده از 70 یا 80 نفر همراه ما میخوندن. من قریب که همه در کالج همه باید دیگر سلام علیک بودن. سر اول من عذر خود رو میرسونم که اگر من در یگان جا جواب نداده باشم یا به سلامشون علیک نگرفته باشم، زیرا هر یک کلمه ای که مخلص می نویسد یا شنونده تو می نویسد برای صنعتکار یک فخر است. برای من شخصا برای من یک فخر است هر یک نقطه‌ای که قدر کرده به سراغ بنده می نویسند. لیکن من حرکت میکنم، حدی میکنم که به تمامی در کجای خود، در یوتیوب باشد، خود در اینستاگرام باشد، خود در فیسبوک باشد، من در همین سه جا فعال هستم. همیشه میدارم، خبر میگیرم، حتما جواب میگم. شاید چشمم نفرمانده باشد، این لحاظ بخشی زیاد. Фамо. Ташаккури зиёд. Хуб, идома медиҳем. Екатеринбург менависанд. Здравствуйте, я из города Екатеринбурга. Мы всегда поддерживаем вот эту передачу «Нигоги нав». Мы очень рады, что есть в Худжанде такие артисты активные, но имя Рустам Азими. Для меня очень понравится. Я слушаю у него песню всегда и очень круто. У него голос супер, молодец. Мы рады, что есть вот такие артисты в Таджикистане. Лайк навиштам. خب خلاص همین کنم. یکی‌ترینبورگ می‌نویسم. سلامت باشید. Очень приятно. خورشید می‌نویسن. سلام اکو، حتما جواب من رسونید. رستم عظیمی با اسکندر الکی گفتید. گروه یک سرود خوانید. خب البته خدا. Фрайб می‌نویسن. Привет вам, я ваш кумир Рустам. Илтимос ба ҳамаш ҷавоб диҳед ва боз ҳамин хоҳиши маро ба инобат гиред. Консерт дар Арбоб, илтимос, я вас люблю навишта. خدا خواهد بعد از карантин حتما پیشکش می‌کردیم برنامه کنسرت. فهمو. خب سابرینا می‌نویسند. من با شما یک ترانه درخواست کرده بودم، سرود درباره من و شما، یعنی درباره یک مخلص اشدی و ارتیستی که دل او را به دست آورد. شما قبول کرده بودید اما حالا هم نخوندید. همان رو میخونید؟ کای التماس جوابش رو گویید. تشکر زیاد. قبول کردن با اون معنی که من سخن کردن خوب نصیب باشد اجرا میکنم گفتگی بودم، لیکن بسیار در این باره راستی فکر نکردم که چطور برای مخلص و سراینده سرود باشد. ولی یک روز نصیب من به شاعران میگویم که چون این موضوع رو روی کار آورن، اگر پسند آمد البته که پیشکش مخلصان میگم. فهمم. بهترین. تشکر. некулзамон менависанд. саломи гарму ҷӯшон ба акои азизам Рустам Азимӣ. ман яке аз мухлисони ашадии шумо аз деҳаи Ворух мебошам. саволи ман чунин аст: шумо аз жанри шашмақом суруд сароида метавонед? албатта ман гуфтам санъаткор бояд аз як атрофи санъат бохабар бошад. умуман дар тоҷикистон бошад, агар шашмақом, фалак, умуман дигар жанрҳое ки аст. ман худ ҳозир айни ҳол донишҷӯи курси дуввуми академияи санъат
دانشکده دولتی و نامگذاری گفتگو هستم. البته خب شاهزاده می‌نویسند سلام آقای سلیم جان، التماس همین سوالی من بر رستم عظیمی دیه رستم عظیمی خب چند فرزند دارند درباره اویلا شاهزاده خان ما البته در بالا گفتند که رستم عظیمی چگونه است و وضعیت رو گفتن. من از تمام مخلصان رستم عظیمی خواهش میکنم که ایشان رو فهمیدن و چون گویم که هر کار با خودش صورت میگیرد از این لحاظ من میگذارم با قسمت دیگر سوال ها. خب فیروزچیک می‌نویسد السلام علیکم از شهر اصفهان. من فیروزچیک هستم. اولین سلامتی خواهانم به همتون. بعداً رستم عظیمی درباره خود کمی باشد معلومات می‌دهید. اویلادار هستید الکی گفتیم. خب اگر فرزند داشته باشید خداوند دهی حافظی قرآنی داشته باشید خداوند حافظی قرآن کریم گرداند و کسب پدرش را می‌گرفته باشد و خواهر برادر دارید اگر که سوال بیزه باشد معذرت خواهانم نوشتند. خب به هر صورت من فکر میکنم که باز همون سوال ها چی میگوید؟ تشکر سر اول به دوباره که قدر کرد نویستن. من خواهر ندارم لیکن دو برادر دارم. باز تکرار به تکرار میگوید صاحب یک عائله سالم هستم. تشکر. دلوار شما می‌نویسند سلام بر رستم جان، برای چی شما سال 2018 دیگر خیل بودید و پس از کنسرت در شهر خوجند عموما دیگر خیل شدید؟ همین گونه است رستم؟ با کدوم سلیم جان با کدوم من اومد دیگر شدم؟ من نمیدونم. همین گونه نوشتن. اگر صدایم دیگر شده باشد شاید من کلانتر شدم. اگر خصلتم رفتارم دیگر شده باشد من چنین فکر نمی‌کنم. لیکن میدونید من به یک شرط گذاشتگی بین عموما علی گروه که اگر یک قطره خطاگی مرا بینید برای من گوید که من اصلاح شم. من یگون فرزند یگون چه پولداری کلام نیستم که از آسمان گپ زنم از آسمان سخن کنم. من به مثل عادی‌ترین انسان هستم. اون شخصی هستم که در زندگی همیشه در تلاش است که زندگی خوب داشته باشد، مخلصان زیاد داشته باشد، ترانه‌های زیبا، ترانه‌هایی که یک عمر در قلب عزیزان در قلب مخلصان جا چون همیشه زندگی من عموما یا من خودم وقت اون رو دارم که نظر بلندی کنم یا کاری بلند هوایی کنم. از این لحاظ مرا خطا میفهمم. شاید من طرز اسلوب لباس پوشیدن دیگر شده باشم، مرا دیگر خیر قبول کنم. از این لحاظ نه یک چیز دیگر شده است، انیق دیگر شده است. سمجا میدونید چی دیگر شده است؟ من گویم که از من نمیرنجه. البته نمیرنجم. نه گروه رستم عظیمی رشد کرده است. همین است. در یک سال مهنت کردی رشد میکنی. شاید البته سلیم جان میدونید من مردم عزیزم و مردم تاجیکستان بسیار میبینم در دولت ازبکستان نیز در تای کامنتاری ها هر خیلی سخن‌ها می‌نویسن. یک چیز رو در این برنامه شما بگم که به من سخن‌های پست و بلند شما سخن‌های تعریف میکنید، سخن‌های تنقید میکنید، آماده هر یک تاش میرسم. من میخونم. من چیز رو میگم پیش از یک انسان رو سخن کردن درباره یک انسان سخن کردن، یک انسان رو پس گفتن و یک سخن دیگر گفتن، البته که باید که با او معامله داشته باشی، صحبت داشته باشی، از زندگی عموما اون انسان رو شناخته بعد باید سخن کرد. زکی می نویسن من هیچ گاه بدیل نمیگیرم، لیکن گفتنی هستم که هیچگاه اولش خداوند و من از شاهد مخلصان هستم. من علی گروه هستم که همیشه درباره من نظر بلند گفتگی سخن در باطنی رستم نیست و خدا اگر خواهد که نمیشود. فهمو. تشکر زیاد بهترین. بله واقعا من جانبداری میکردم و میگفتم که قبل از قضاوت البته که یک بار خوبتر، انیقتر، عمیقتر، چقورتر، واضحتر آموزند هم صحبت شوند و بعداً شاید که خلاصه برداری کنند، بعداً شاید که نتیجه گیری کنند. خب تشکر رستم جان. سوال‌ها خیلی زیاد هستند. من خواهش میکنم که کوتاه‌تر جواب میگویید زیرا اینجا خیلی زیاد سوال آمده است. صبری نمی‌نویسند. کنسرتی که یکم دوم دکامبر معذرت دارید برگزار گردیده بود، آیا با آوازی زنده برآمد کرده بودید؟ نوشتند. البته همش زنده نبود، لیکن 50% زنده بود، 50% در اونجا تنهایی بودن که خیلی دشوار بودن. از این لحاظ از نقطه نظری تکنیکی دشوار بودن، کمی فونوگرام نیز بود، لیکن 50%ش по طرز زنده. Фамо. Алиса Менесан. Мне очень нравится ваша песня «Ханды лапой туро дустором». Если не секрет,
Кому вы посвятили эту песню, Навиштан? Всем своим поклонникам. Те, которые влюблены. بهترین جواب. خب ادامه میدیم. وی گپ می‌نویسند سلام رستم عظیمی، شما را باری هم یگان دختر آمده با آغوش گرفته است، مخلصی اشدی باشد، اگر نباشد скоро будет نوشتن. تشکر زیاد. چنین حالت ها بودن البته. بودن. پس غمگین نشوید، تکرار می شود. اگر باز چنین حالت شده باشد انتظار باشید، زیرا با شما وعده کردن که انتظار باشد همین گناه فرد می شود. خب لحظه های گوارا می نویسند مسافر گشته اید یا خدمت کردگی هستید؟ البته گوییم که همه میدونن که شما در مسافرت بودید. بله. خب ایگور می نویسد سلام، من لیلا هستم، با اکای رستم چنین سوال دارم، اگر یگان مخلصشان آمده اکای رستم را آغوش گیرند ریاکسی این نفر چی گونه می شود؟ آیا زید هستند با چنین حالت؟ دویمین گوییم که سوالی که با همین مضمون است. اگر با دل پاک همچون خواهر یا همچون مخلص بیاد، اگر با جان دل. فهم. تشکر. ادامه بدهیم. سلیم می‌نویسند سلام برادر عزیز رستم، من سلیم هستم از شهر پنجکن. شما برای چی در شهر پنجکن کنسرت نمیگذارید؟ برای شما در شهر پنجکن برنامه کنسرتی داشتیم البته. بله. نقشه هم داشتیم در این سال، لکن از سببی که خود میدونید بعد از این مشکلی ها البته که باز مهمان پنجکن شهر میشیم. فهمم. خب فریب بنویسند یک کنسرت ارزان یا رایگان در آمفی‌تئاتر ارباب. التماس اکای رستم. با خیلی زیاد حرفای گرم نیست البته. خدا خواهد. خب Алиса می‌نویسند سوال جالب است، از نقطه نظر من جالب است. ابی когда-нибудь попробовали петь вашу песню «Хандей лабот лапой туро دوست دارم» на русском языке? Будет همین حالت؟ رستم. من در این باره فکر کرده هستم البته. شاید پیشکش گردونیم البته. همین سرود رو با زبان روسیه‌اش، وریانت روسیه‌اش رو، گزینه روسیه‌اش رو. فهمم. بهترین میشود. خب زهرا می‌نویسند سلام رستم، التماس به سوال من جواب دهید. سرودتان همش بهترین، فقط درباره جدایی راستش رو گویید. کدام سرودتان رو به خودتان بخشیدید؟ فقط راستش رو گویید. تشکر زیاد. همون ترانه‌هایی که در وصف مادر میخونم در حقیقت من با خودم و با مادر عزیز بخشیدم. از این لحاظ با کلی مادران از رفتم. لیکن دیگر از جدایی و از قسمتی زندگی باشد، اگر من گفتم میتونم که با خودی من دخل دارد همه اینها. من البته از درد مردم، از قصه های زندگی هر یک عاشق و هر یک روزگار دیده تمام میسازم. خب زوبا می‌نویسند سلام، دلوار شاه می‌نویسند سلام اکای رستم، من مخلصی از شدیدتان هستم. سوالم چنین است، چی سبب شد که شما در سرود با نام واروخ سراییدید؟ با نام واروخ؟ تشکر. راستی من پیش از صنعتکار شدن نیست یک دوست داشتم که از واروخ بودن در مقامات فعالیت میبرند، کار میکنن. روزی که سالی که ترانه را سراییدیم، یک سال پیش بود با فکرم، همون مشکلی که به سر مردمی واروخ زمین آمد، من کلی اینترنت ها به جوش میدرآمد که واروخ و همان دوست ما در یک محفل نشسته بودیم، بسیار درخواست کردن که رستم جان خواهش من که یک ترانه درباره واروخ سرایید. من گفتم خوب اکو میسرم، لیکن در اینترنت نمیخوام که پخش کنم، من مخصوص برای خودتون و به مردم واروخ همین سرودات تحفه میکنم، چون که واروخ نیز یک پاره قلب است. چرا که من دهه خود رو دوست میدارم یا وطن خود رو دوست میدارم، واروخ برای من نیز وطن است. از این لحاظ گفتم میتونم که در اینجا یگان چیز دوستی من بسیار خواهش کردم و برای من یگان معما نبود که سراییدن و از شاعر سینا ابری درخواست کردم که یک ترانه واروخ نویسن. در همون شبکه فیسبوک در اومدم که الکای سینا شاعر نویسندگی بودند برای واروخ تحفه کردیم و ما اهل گروه نشستیم در همین جای کاری خود و برای مردم واروخ زمین این ترانه را تحفه کردیم. فهمم. بهترین تشکر در اینترنت پخش شد، راست دیگه من خودم حیران. فهمم. خب زوبا می‌نویسند سلام با اکای رستم عظیمی، من مخلصی آن کس، التماس سوالم را دهید. دست هر نوکس مگر در نیمه زندگی یک قدم از تو پیش ماند، پیش پایت می‌دهد. با کس نغزی کنی و بدی بینی، نسبت همین چی فکر و اندیشه دارید؟ مخلصی شما زبیدالله. یعنی یک نفر برای شما نغزی میکنید و از اون نفر جواب منفی میبینید، شما چی میگید؟ زبیدالله جان تشکر. یک چیز رو میگویم که به هر یک کاری که در زندگی میشود
اولش رو هفته شدن در کار نیست، دومش هر کس میگویند بدی که کرد، نیکی که کردی به تو بدی کرد، حوالش به خدا. و البته بودن در زندگی من نیست، چون این انسانایی که نیکی میکردی بدی میکردن و چی گفته میتونم، حوالش به خدا هست البته، دیگر هیچ چیز. فهمم. تشکر رستم جان. خوب ادامه میدیم. مریم خان می‌نویسند سلام رستم عزیمی، سرودی دوستت دارم به کی بخشیده شده است؟ ما مفلسی اشدی گروهی شما همیشه به پیش نوشتن. مریم خان. خب تشکر زیاد مریم خان. ترانه دوستت دارم الکی ما کمش رو پیشکش شما گردانیدیم، لیکن با مصلحت و با یک کارهای دیگرگونی ترانه دیگر شده است. ما البته که با دیگر نمود پیشکش شما میگردانیم، ترانه رو با کلمه ها کم در دیگر شده هستند. من گفتم که ترانه هایی که من میسرم البته برای مخلصان عزیز هستند، برای مردم عزیز و سربند تاجیک و تاجیکستانیان. گفتم میتونم که برای اون دست بخشیده است، به همه شما بخشیده شده است. تشکر. خب ادامه میدیم. پس اینجا سلیم می‌نویسند رستم من مخلص شما هستم، یک پارچه از سرودی اندی میسرایید؟ اندی یک بار به یادم نمیاد. چشمای نازه مانده به یادم، طاقت دور تو من ندارم. چشمای نازه مانده به یادم، طاقت دور تو من ندارم. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشکر زیاد. صدایتان خسته نباشد. خب دلیر می‌نویسند سلام عمومی آباد و سربلند باشید. رستم اکا یک روبایت زرافشانی می‌سرایید؟ اوه میشود؟ برای چی نه؟ خب قد خدی زرافشونه گذر میکردم و دخترانی خوش قد نظر میکردم و دخترانی خوش قد نظر کردن نشد و بر دختری به آچه نظر کردن نشد. ای سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب ادامه میدیم. ویگا می‌نویسند سلام بر رستم عظیمی، برای چی شما رستم عظیمی؟ شما فامیلیا دارید و فامیلیاتون چیست؟ چون که رستم پسری عظیم، عظیم. آخر رستم عظیمی این فامیلیا است آخر ما فکر میکنم. خب نه برای چی من در فامیلیا گوید اگر شکروف رستم عظیمی بیچ. خب تشکر به هر صورت. تشکر زیاد. خب علی می‌نویسند سلام، سوالی من چنین است، اکای رستم عظیمی کدو رو دوست می‌دارید یا نه؟ اوه برای چی چنین سوال؟ می‌دونم راستی من حیران هستم راستی. سیب رو گوید اما رو خوردنش رو شاید تماشایش رو شاید درک کرده ایسان برای چی چنین سوال. سلیم جان در مردم پنجه که نمیشه است که به هر یک دهه لقب خود رو می‌گذارند. به فکر من اگر خطا نکنم این دوست از همون یگان اطرافای پنجکه هستند. فهمم. لیکن زیبا است در حقیقت، یک میوه زیبایی خودم سبزیجات زیبا است، لیکن خوردنش رو اینقدر دوست نمی‌دارم. فهمم. و یک نمود دارد تماشا کدو میگن اون رو خوردن نمیشود، اما گویم که خورده که خیلی زیبا است که من خورد بودم پدرم برای ما میآوردن، نامش رو تماشا کدو میگفتیم ما. اگر شما نمو گرفته خیلی کوزاچه بود برای بابامو نوس میکشیدن راستی. خیلی میکنیم بابا این چیز شبقاور بود در حقیقت، یک برای بازی برای آب کرده خیردن. ولی نمودهای گوناگونی کدو میشد. به هر صورت خب تشکر که جواب گفتید، من راستی نفهمیده بودم. خب تشکر. سلامت باشید. خب صبرینه می‌نویسند وقتی که شما در کلیپ‌هایتان با دخترها بازی میکنید آیا همسرتان رشک نمیکنند؟ ما کلیپ ترانه لیلا رو در نظر دارم، البته ما وابسته به رشک گفته گذاشتیم. تشکر. بله یکاترینبورگ با می‌نویسند سلام، در اویله رستم عظیمی صنعتکار هست یا اینکه این انتخابی شخصی او؟ در کارهای منبع کامیابی ها آرزومندم. از شهر یکاترینبورگ. تشکر زیاد. سلامت باشن. در اویله ما البته پدرم بسیار دوست می‌دارن سراییدن رو، لیکن صنعتکاری که این رو انتخاب کردگی در عموما اولاد بزرگیم یگانه من هستم که انتخاب کردم این رو و شکر در خدمت مردم عزیز هستم. فهمم. خب تشکر زیاد. خب ایبا می‌نویسند سلام علیکم، من یک مخلص شما محمد جان، برای چه امسال کنسرت نشد در خوجند و شما بردباری ها خانم؟ تشکر زیاد. برای مردم عزیز خوجند شهر گفتنی هستم که ما هر سال نه قریب که در 1.5 سال 2 سال یک بار برنامه کنسرتی نیت کرده هستیم که بذاریم
و این سال نقشه البته داشتیم که یک بزرگترین برنامه رو پیشکش کردیم و خدا رساند شاید به اون روز خدای سال میرسوند برو البته که برنامه کنسرتی پیشکش رو میگردیم. فهمم. تشکر زیاد. محمد می‌نویسد سلام بر رستم، حبیب رو مخلصی میکنید یا کانور رو؟ حبیب رو حبیبی خودمون رو گوید. خب تشکر. مدرن می‌نویسد مدرن. بله. سلام علیکم رستم عظیمی چند سال دارید؟ من این سال 30 ساله میشم. بهترین. خب دعوت می‌نویسند السلام علیکم اول با شما سلامتی خواهانم سوالم چنین است اگر یگان بچه نو با سرودخوانی آغاز می‌کردگی است و شما تکلیف دوئت خواندن کند چی میگفتید برای جوابتان تشکر و در راه سند بربری خانم. تشکر زیاد عزیز. البته می اومدیم به استودیو با یگانجا می نشستیم هم صحبت می‌شدیم لیکن خیلی مهنت زیاد طلب می‌کنه. فهمم. تشکر. خب مرحبا می‌نویسند سلام علیکم رستم کو یک سوال شما شاگرد میگیرید؟ شاگرد میگیرید؟ حالا این سوال بسیار اومده میرسد به ما. حالا خیلی در یک جوش و خروش هستیم بسیار میخوایم که زیادتر ایجاد کنیم. عذر میپرسم از اون دوستانی که میخوان شاگرد باشن لیکن من خودم حالا شاگرد هستم. گفتم که در پیش در کورس دوم میخوانم در دانشکده صنعت ولی حوز حالا برای این چیز وقت نیست راست دیگه. فهمم. تشکر زیاد. خب خیسیورز می‌نویسند السلام علیکم اکو کنسرتی در خیسیورز گذاشته اتون شکلی پرش کم میبراید یعنی نوارش رو در نظر دارم. تشکر زیاد. صد افسوس که مون برنامه کنسرتی یک بسیار کنسرتی بزرگ شد. هزار رحمت به تمام مخلصان عزیزی که اونجا قدم رنجه کردن. یک دوستم با من نوار گرفته است یک دوست که ترانه رو لیکن عموما برنامه کنسرتی پروگرامو به نوار نگرفتگی هستیم. بسیار بعد از گذاشتن یک چنین برنامه زیبای کنسرتی در ورزشگاه خیسیورز بسیار هم شایمو شدیم که به نوار نگرفتیم. از این لحاظ چیزی که هست در همون شبکه یوتیوب ما هست میتونید تماشا کنید. فهمم. تشکر زیاد. خب عبدالحیات می‌نویسند سلام بر رستم عظیمی خواهش دارم که یک تا سرودی شب‌های تنهایی رو با آوازی زنده خوانند. قبلا تشکر. بجان دل. شب‌های تنهایی بالین بیخوابی دستت به بالای سرم مادر نمیخوابی با الله گویی ها با مهربانی ها عمرت خزان 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 شد مادر برای ما عمرت خزان 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 شد مادر برای ما. سلامت باشید. تشکر. صدایتان خسته نباشد. ادامه میدیم. خب Муниса Менесан, привет, уважаемый Салим Жон, у меня такой вопрос Рустаму. Почему у него нет песни про Зодрус? Салам Муниса. Хоп, Рустам. Я как-то об этом не думал, если честно. تشکر. سلام باشه. شاید که میسروید چون مخلصان شما میخواند که درباره زادروز نیز از شما سرودشون اومد. شاید البته شاید. خب تشکر. اسلام می‌نویسند سلام علیکم اکو خوش آمدید به برنامه رستم اکو شما نماز میخونید؟ برای من الحمدلله برای چی نه هر یک مسلمان باید که نماز خونده عبادت کنه. تشکر زیاد. خب ویگاب می‌نویسند سلام رستم جان من مخلصی اشدی شما میباشم صدایت بزمی شاهان را خوش آید گیره درد مردان را خوش آید گیره درد مردان را خوش آید هزاران بلبل بسیار دیدم ندیدم بلبل مثل سرایت نوشتند. تشکر. خب سلامت باشید. هپی تیوی می‌نویسند سلام رستم سوالی من چنین است نام شما رو کی گذاشته است آیا شما با همین نامتان راضی هستید؟ از سر تا پا راضی هستم از پدری بزرگم که حالا من در پدرم دانشجو بودگی و آرزو کردگی نام من رستم شود. از این لحاظ نام من از خودم یک 4-5 سال پیش اومد. تشکر. سلامت باشید. خب یکترینبورگ از شما خواهش میکنم که یک سرود با نام شهنازه سرایید و انتظار هستم میگن با نام شهزاده سرود رو.
شهنازه مرا معذور دارید شهنازه حرکت میکنیم خب بله خوفر می‌نویسند شاید نمیدونم زفر باشند یا عموما خوفر نوشتند نامشان رو همین گونه در یوتیوب عنوان کردند. سلام من از ازبکستان با رستم سوالم این است که رستم در ازبکستان کنسرت میمونده باشند؟ راستی نقشه داشتیم نیت داشتیم که مثلا برای مردم سمرقند بسیار می‌نویسند بسیار درخواست می‌کردند حتی همکاری رو آغاز کرده بودیم با ولایت سمرقند ولی شاید البته برایشون این یک نقشه هست نیت است که در آینده البته مهمان جمهوری بزرگ ازبکستان گردیم. فهمم. تشکر زیاد. خب بهادر می‌نویسند رستم اکا ما انتظار به نگاه نو شما رو یک دانه سرودی دانه شود برای دخترشم همین سرود شما رو دوست می‌دارد. خب الکی خوانید. بجون دل. خب مرحمت ترانه دانه برای شما. جان دانه دل برم یک دانه یارم دل برم دانه دل برم یک دانه یارم دل برم گلی تنازی منو ماهی یگانه دل برم پرواز منو شعر و ترانه دل برم. تشکر صدایتان خسته نباشد ادامه میدیم. کنی بادام می‌نویسند خورشید از کنی بادام سوال چنین از رستم از این توی معرکه ها ژوی می‌گذرانند یعنی طریق زنده یا گفته گلاسال پولات و 3 ماه پیشتر باید که زکاس کرده گفتن در کورمی که ژوی میخونم گفته صنعتکار باید توی زکاس میکنی حتما ژوی خوند. خوب با خودش باوریش باشد اگر من بعد از تشکر زیاد من بعد از هر یک محفلی که میگذاریم در اون دوام 3 ساعت قریب که یک نیم ساعت صدام خسته میشه. برای من اینقدر گروه رو جمع کردن و با توی مردم رفته خانه خواندن راستیگر پولی میدادگی اونها حلال نمیشود برای من. از این لحاظ ما حرکت میکنیم که البته که با طرز زنده هم از جهت نوازش و هم از جهت سراییدن پیشکشی خدمت مردم رو کنیم. فهمم بهترین تشکر سلامت باشید. اکرام می‌نویسند سلام علیکم رستم اکا با توی بچند مبلغ میروید اگر در اینترویو گفتن نتوانید من با کجا به شما نویسم با شما و با کجا مراجعه کنم به فکرم جدی میخوان که در تویشان شما باشید. خب تشکر زیاد در شبکه فیسبوک در شبکه اینستاگرام میتوانید که نویسید البته در اونجا رقم ها هست من پیشکش میکنم. تشکر. خب حتما که می‌نویسید اکرام جان. خب نیسا می‌نویسند سرود اولینتون کدام است اگر امکان داشته باشد همان سرودشان رو خوانند. اولین ترانه‌ای که من سراییدم این سال 2007 ایام دانشجویی بود. خیلی خوردم لیکن از اشعار استاد لایق شیرالی انتخاب کرده بودیم ترانه خزانم گل کند روزه. مرحمت. خزانم گل کند روزه چو خندی ای بهاری من نغنجم در همه عالم چو غنجی در کناری من خزانم گل کند روزه چو خندی ای بهاری من نغنجم در همه عالم چو غنچه در کناری من. سلامت باشید. تشکر زیاد صدایتان خسته نباشد. خب ادامه میدیم. خب تاپ ویدیو می‌نویسند روز بخیر تشکر برای چنین برنامه سوال چنین است از روی نگاهی ما مخلصان شما خیلی دارو یعنی پولدار می‌نمایید با چنین کلیپ ترانه‌های پرحشمت و سرودهای بسیار زیبا بعد در جشن‌ها زود ترانه با کلیپ‌هایش آماده می‌کنید شما از کجا اینقدر مبلغ می‌یابید برای کلیپ و ترانه با ماشین‌های دبدبناک نوشتید؟ خدای من شکر که میگن که مردم تو رو چخیل فکر کنن بچه روز خواهی رسید. بله تو رو بعد گوین بد میشه نیک گوین نیک میشه البته. بله. از این لحاظ کمتر شوخی میکنیم در خانه یک درخت داریم گوید هر روز در یک سال 4 بار میوه میدهد میوهش پول است. بهترین. تشکر زیاد دوستی عزیز میدونید یک چیز رو میگویم با همون دوستی که سوال دادن میگویم که بسیار من و اهل گروه ما مهنت دوست هستیم بسیار حرکت میکنیم که همیشه مهنت کنیم و همیشه هر کی ما و شما اگر در زندگی حرکت کنیم مهنت کنیم با دل پاک و صاف
خداوند با تمام همون مهنت‌های شما جواب میدهد، البته با تمام همون نیت‌هایی که میکنید، نقشه‌ای که میکنید میرسونه. از این روز همش از مهنت است. من یکم دوروی صاحب مال و ملک کلان بسیار نیستم، ولی با این دودگی خداوند البته شکر میکنم. دولتی من عموما هستی من برای زندگی من زندگی است، صنعت است و مخلصان از هستند که برای من همین دوروگی است. فهمم. یگان تقوی میلیونر یا میلیاردر هم ندارید آخه؟ نه راستی تقوی میلیونر می‌داشتم که. فهمم. اما کلیپ ها از امریکا میومد. تشکر ممنون تشکر میکنم. خب ادامه میدیم. وی عذرم مینویسند سلام از گرمانیا به تمام مردم تاجیکستان و با رستم عزیمی و برنامه نگاهی نو. با شما رستم جان یک خواهش دارم. خواهش من چنین است. رستم عزیمی با رستم ایسایف یک دوئت پاپ رقصی تویانه خوانید. با عرض و سپاس و عذرم از گرمانیا نوشتند. سلامت باشید. خب میبینیم اکو رستم جان یک بار. خب تشکر سلامت باشید. خب دنیای دل مینویسند السلام علیکم، بگویید که شما یگان بار سرودی شش مقام سرایی دهید؟ اگر ها 4 مصرع. البته من گفتم من در دانشکده میخونم، البته که در جنش مقام میخونم و الکی من با کورس دو که گذشتیم الکی اگزامین ها رو سپردیم، از اردهش میبریم خدا اگر خواهد. البته پیشکش رو میگردم. ای که میپرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟ منزلی او در دل است اما ندانم دل کجاست. جان پاک از آن پری رخسار از سر تا قدم، ورنه شکل این چنین در نقش آب و گل کجاست؟ ناسیها عقل از مخی مانی سری کویش مخوان. ما همه دیوانه‌ایم اینجا کسی عاقل کجاست؟ سلامت باشند. سلامت. تشکر صدایتان خسته نباشد. خب نقطه او می‌نویسند سلام درباره اسفره یعنی ورق سرود دارید خواندید با اسفره تیز تیز دعوت میکنند. اگر توانید با مردم اسفره سلام رسانید توسط برنامه. پیشکی رحمت نوشتند. درود به تمام مردم سربلند اسفره باسون. سلامت باشید. صبرینا می‌نویسند سلامی صمیمانه برای شما و اکای رستم جان. تشکر زیاد که با حافظ دل ما را صحبت می‌گذارونید. سوال من این است که در کلیپ ترانه زیمن نرو آن دختره که کوبیکی خاطرات رو می‌دهد آیا دخترچه خودتان هست؟ فقط راستش رو گویید. ماه مبارکی رمضان مبارک باشد نوشتند. تشکر برای تبریکاتتون. در کلیپ ترانه زیمن نرو بله فرزندتون یک نوگونی از نگاه نو برای شما ایزون. این تنها از نگاه نو در هیچ کجا نگفته بودن. بله نوگونی بله در هیچ کجا نگفته بودن. تشکر رستم جان. خب ادامه میدیم. میرزایف سلام اکای رستم، من اسماعیل میرزایف اشاری پنجکن میباشم. با ما میگفتید که شما با هنرمندها بیشتر با کی تقلید میکنید؟ هست همین گونه؟ تقلید نمیکنم با یک اون کس راست دیگه. بله این چیز طبیعی است. اما با سوال رو اگر میگفتن که با کی مثلا شاید دوست میدارید پیروی میکنید این چیز دیگر، خب به هر صورت البته اگر چون سوال میدادن جواب زیاد دادن، لیکن تقلید کردن با یک اون صنعتکار عموما نمیکنم. یعنی من بسیار از یعنی مقلد بودن نمیخوام. میپرسم که با کی صدای من مانند است، با کی مانند میکنن صدای من رو. یا خیلی میگن با استاد ذکر الله حکیموف، لیکن من راستی فکر نکردم که چون است، لیکن تقلید نمیکنم.
فهمم. یعنی رستم میخواد که مقلد نباشه، رستم میخواد که رستم باشه. خدا رساند. البته. سلامت باشه. تشکر. بهترین. خب مراد بای می‌نویسند سلام علیکم رستم التماس سرود مادر و 4 مصرع سرایت برای مهاجران از شهر چیتا پیشکی رحمت نوشتند. من دیگه همون مشهد مهاجران عزیز رو مرحمت. البته یکی را در جهان دلبر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است. عزیزان از همه موجود عالم، مرا مادر عزیز است. تشکر زیاد. صدایتان خسته نباشد. خب رستم عظیمی، خب نکروز می‌نویسند رستم عظیمی عاشق شده است، او با دوست داشته‌اش اویله برپا کرده است. البته همه می‌دانند که چنین، ما البته جواب گفتیم. خب سهراب می‌نویسند سلام، چرا رستم عظیمی تنها با کمپوزیتور زین‌الدین کریموف همکاری می‌کنند؟ تشکر زیاد. موافقی صحبتی که ما با آقای زین‌الدین کریموف بزرگی هستیم. همکاری ما طوری 2 سال است که دوام دارد و تا حال یگان کمبودی از طرف آقای زین‌الدین کریموف نشده است که ما با اون کس همکاری نکرده باشیم. بسیار یک هنرمند عالی هستند، هنرمند موفق هستند، یک تنظیمگری موسیقی هستند در تاجیکستان. بگم که پیشرفته‌ترین گام خطا نمی‌کنم از این لحاظ ایجاداتی اون نفر بهترین است. تشکر زیاد. خب نوریدین می‌نویسند سلام سبک و اسلوب رستم عظیمی با آرش مانند است، با او تقلید میکنید، این راست است یا از خودی رستم میخواین فهمیم؟ این رو از خودی رستم میخواین؟ البته من باری اول میشونم که مرا با آرش مانند میکنند، باشه با اون نقطه هایی که آرش رفته رسیده از خداوند مرا رسوند، لیکن آمین نه اینقدر مانند فکر نکردگی هستن که تقلید میکنند. فهمم. Ташаккур, мы долго гостим. Алиса Менесанд, а вы сами сочиняете все свои песни? کدامش رو خودم، کدامش رو البته شوی، لیکن در همه اساس من با شاعران همکاری میکنم. تشکر. خب سین سالیش رستم عظیمی رو ما گفتیم. الکای سهراب می‌نویسند سلام علیکم رستم عظیمی با شادروزی رستمزاد کی میشود؟ دوست است برادر من از شادروز جان. از سالی که ما این رو آغاز کردم، حتی حالا اهل گروه ما جمع نبودیم که ما گروه من نبود که ما با شادروز دوستی داشتیم، روا داشتیم، همکاری میکردیم. من یک دوستی نزدیک است، برادری نزدیک است. خب یوسر می‌نویسند باز هم که سلام الیسا هستم، رستم عظیمی اویله‌دار هستند، فقط راستش رو بگویند اویله‌دار هستند. الیسا باور کنید اویله‌دار هستند. خب محیط جان می‌نویسند سلام با برنامه نگاهی نو و همه تماشابینان آن. رستم عظیمی شما در کرانتین هستید، سلامتیتون چخیل؟ اهل اویله همه نقص هستند، برای تمامی خلق تاجیک صحت سلامتی خواهم نوشتند. تشکر زیاد. ما نیز با سخنهای ایشون همراه میشیم. البته مردم عزیز ما رو خداوند نگهدار باشه. بله سلامت باشید. خب فیروز چیک می‌نویسد آیا با حافظان شهر اصفهان نیتی دویت کردنی دارد؟ فرق ندارد با کی؟ فیروز چیک در این باره یک عمر فکرم نکردم راست بگم. فهمم. کارتان می‌نویسند سلام من از اصفهان، اسمم عبدالله، سوال همین رستم عظیمی برای چی آنچه باز کنسرت نمونده است؟ یعنی چند وقت میشد که چرا کنسرت نیست نوشته؟ البته به زودی میشه، خدا رساند. البته میشه. پس از کرانتین انتظار باشید. خب اسلام کریموف می‌نویسند سلام رستم جان عظیمی برای صنعتکار اصیل شدن پول در کار یا آواز؟ چیکار کنیم برای صنعتکار شدن؟ رحمت جوابتون رو انتظارم دارم. تشکر برای هنرمند شدن. سراول محبت در کار. مشتی اون کاری که تو میکنی. بله. دوم اینکه باید البته که هنر داشت، صدای زیبا داشت. بعدن در حاضره که رقابت خیلی بزرگ است، رقابت خیلی با اوج رفته ایستاده است.
نیز نقش اساسی رو بازی میکنه. بله به پول آخر نمیشود، چیزی پوشیده نیست. تشکر. بله خب دوام میدیم. انور میرسن. سلام علیکم سبال 99 فویزی مخلصان میخوان که با اسکندر گروه اقبال دویت خونید، خیلی خوب میشد. اسفر انور نوشتم. خب تشکر. در این باره گپ زدیم البته نصیب. بله ما حرف زدیم و گوییم که خیلی زیاد بودن این گونه سوال ها. من خیلی اش رو اختصار کردم اما بعضیش صرف نظر شده است. خب محمدی می‌نویسند سوالی من این است که در چند مدت شناخته شده اید و چند سال و در چند سالگی آغاز کرده اید صنعت رو؟ تشکر زیاد دوستی عزیز. من سال 2005 بود که من کالج صنعت داخل شدم. بعد از 4 سال ختم کالج صنعت طول قریب که 8 سال در شهرهای روسیه بودم و ما اساساً قدم استوار خود را همراه گروه خود سال 2017 از اولین برنامه کنسرتی در شهر پنجکین شد، بعداً بزرگترین برنامه کنسرتی با 2 بست در شهر خوجند شده گذشت. 14 می سال 2017 این روز برای اهل گروه ما یک روزی جشن اهل گروه است. از این لحاظ گفته میتوانم که آغاز این پیاها از سال 2017 با بزرگترین یتو قدمی بزرگ بود. تشکر زیاد. قدمی استوار بود. سلامت باشید و بگذار همین قدم های استوار خیلی سالهای زیاد ما امید میکنیم که دوام داده باشد، قدم زده باشد، مسافه ها رو طی کرده باشد و باز هم مسافه های دور رو طی کرده به دل مخلصان راه یافته باشد. تشکر سلیم جان. تشکر برای تمنیات. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. خب فرقت می‌نویسند سلامی گرم و صمیمی بر رستم جان. سرودی دل دیوانه شعر به قلم کی تعلق دارد؟ آیا این سرود زنده سراییده شده است یا با طریق فنگرام؟ سوال رو حتما رسانید. من یک مخلصی نگاهینم. تشکر نوشتم فرقت. تشکر. خب رستم جان چی میگی؟ تشکر زیاد. نسبتی در اول گویم که ترانه از با خواهش من دوست عزیز ما سینو اولی شاعر سینو اولی نویسنده هستن این ترانه رو و تمام ترانه هایی که ما میسریم البته که با طرز زنده میسریم، خودمون میسریم. همین جای ایستادگی مثلا تو بیا راز مرا گوش کن، غم دنیا را فراموش کن. خود در زیر آن زندین کلمه و اهل گروه نشسته آماده میکنند و زیبا کرده به شما پیشکش میکردن. عموما همه ترانه ها با طرز زنده سراییده میشه، برای به طرز از داخلی ثبت آوازی استودیو میگذارد، با میکروفون ثبت میکنید برای مردم فنگرام هست البته. لیکن ما در یکی از برنامه‌هایی که طرز زنده بود این ترانه رو زنده سراییده پیشکش کردیم هستیم. فهمو. تشکر. صدایتان خسته نباشد. خب تشکر زیاد. خب ادامه میدیم. کمی دیگر باقی مانده سوال‌های مخلصات دعوت می‌رسند. السلام علیکم آقای سلیم جان. اولین شما رو با رستم عظیمی با ماه شریف رمضان مبارک میگویم. تشکر. سوال چنین است رستم جان. بله رستم جان از خویش و تبار شما یا اینکه از یار و دوستی شما از شهر ایسترفشان هستند و درباره مردم ایسترفشان کمتر فکری خود رو میگفتید؟ تشکر زیاد. یار و دوست هستند، برادران هستند از ایسترفشان باستانی، لیکن خویش و تبار نزدیک نیست. ولی همه مردم ایسترفشان چگه همه انسانایی که در تاجیکستان هستن خویش و تبار هستند باید دیگر. لیکن بله چی گویم در برای مردم ایسترفشان؟ مردم بسیار عالی هستند، مهمان دوست هستند. یگان باری نشده است که من رفته از اونجا ناراحت شدم بگی باشم. همیشه میرم با خوش قبول میکنند و برای ما یک شهر ایسترفشان یک مکانی است که از رفتنش هر باری که میرویم البته که با یک دلی شاد میرویم که مردم بسیار بزرگی دارد. سلامت باشه. تشکر زیاد. خب تشکر رستم جان. خب ادامه میدیم. پریوید از تاجیکستان میرسن. سلام علیکم. خب سلیم جان من مخلصی برنامه تشکر زیاد از نیژنی نوگورод سوال دارم برای رستم عظیمی. یگان مراتب بی پول با توی رفته اید از روزی بی پول با توی رفتن امکانیتی دارید؟ اگر داشته باشید ما توی کردن شما را همچون مهمان دعوت میکنیم. حالا ما در کرانتین نصیب باشد توی در شهر اسفر با سوالم با پورگی جواب دهید. سلام مرا با محریدین رسانید. آن شخص دوستی نزدیکی من در مسکو هستند در کرانتین. التماس نمری مرا با رستم عظیمی رقمم رو بگذار سازید نوشتم. خب تشکر زیاد رستم جان.
سلامت باشید. البته حالت ها میشن که بسیار در بسیار معرکه ما خدمت میکنیم برای بعضی شرایط اولویه نمیبرد. بسیار درخواست میکنم. من همیشه عموما در خدمت هستم، در خدمت مردم عزیز هستم. امکان باشد البته که خدمت میکنم و با این دوست عزیزی که ما درخواست کردم البته به اون هفته خدمت شما میکنم. تشکر، سلامت باشید. خب محیب جان می‌نویسند اگر در карантин ягон кас ба маърака даъват кунад меравед ё не? ин ҳам ту савол фаразӣ гуфтанд. медонам ки дар тӯю маърака мумкин нест ҳоло карантин аст мегӯянд. чӣ мегӯяд Рустам? ташаккур, лекин дар тоҷикистон карантин гуфта райко расман нест. худ бояд худро карантин кунед. чӣ мегӯянд? самоизоляция мегӯянд худро. бале вале шояд равем. албатта фикр накардем, шояд равем. фаҳмам. хуб камен менависанд салом Рустам, бо Ҳасани Вализод бисёр монандӣ доред. симояшон, овозашон ва имову ишора яъне жестҳои дасташон ягон хешу табор бошанд навиштанд. хуб замира менависанд ассалому алайкум аз шаҳри Ханти Мансиск. Рустам Азимӣ дар хобашон гап мезананд ё ин ки не? ягон бор шудааст хеле воқеа. лекин ягон бор ягон кас нагуфтааст ки ман дар хобам гап мезанам. худам ҳам нашунидам гӯед. хуб бале. албатта аслан ки чунин саволҳо баъзан дар кор ҳам ҳаст. Рустам ҷон, ман фикр мекунам ки шумо аз ин гӯем ки ғамгин намешавед, намеранҷед аз ин саволҳо. агар ягон мухлиси ҷангам то аст ки ман гӯш карда мешинам бовар кунед. саломат бошед. гӯем ки ҳазм мутоиба албатта ба инсон зарур ҳам ҳаст ва махсусан дар ҳамин шароити карантин ки ҳама гӯем ки дар торҳои асабаш хеле таран шудааст, хеле хаста шудааст. ман фикр мекунам ки ба чизи позитивона камтар ниёз дорад. албатта зиндагӣ муҳтоҷ аст ба чунин ҳодисот. бояд ҳамеша ханда бошад. ташаккур. хуб Толиб ҷон менависанд салому алайкум Рустам Азимӣ, аз шумо хоҳиш ки аз номи як нафаре ки ман ҳозир номашро мегӯям салом ва суханони нек бигӯед. номи он нафар Дилшода. ба ҳамин нафар салом ва суханони ошиқона фиристед. илтимос навиштанд. саломат бошед Дилшодахон. ҳамон дӯстдоштае ки дӯсташ медоред хубтар дӯст доред, нақстар дӯст доред ва ҳамеша хушбахт бошед. саломат бошед. ташаккур. хуб мо ҳам шодӣ шарик мешавем ба таманиёти Рустам. саидо менависанд салом ба Рустам Азимиев ба барномаи нигоҳи нав ки бениҳоят барномаи ҷолиб аст. ташаккур. ман Юров Саидо аз шаҳри Панҷакен ва мухлиси Ашадиро акаи Рустам ҳастам. аз Рустам Азимиев хоҳиш дорам ки дар бораи шаҳри Панҷакен як суруд сароянд. илтимос ин хоҳиши маро расонед. комёбу муваффақ бошед навиштанд. хуб ҳаракат мекунем. саломат бошам. ташаккури зиёд. ташаккур. хуб Салим менависанд савол чунин аст. аз сарояндагони Эрон ба шумо кадомаш писанд аст Рустам ҷон? қариб 50% таронаҳое ки ман гӯш мекунам эронӣ ҳастанд. оғоз мекунем аз таронасарон Муин, худи Анди, бисёр дигар таронаҳо ҳастанд ки гӯш мекунем. фаҳмам. хуб ташаккур. идома медиҳем Рустам. Набиҷон менависанд салом Рустам ҷон, шумо нозикиҳои санъатро аз ки омӯхтаед? нозикиҳои санъат чӣ гӯям сарҳад надорад. бол ҳам омӯхта истодаем, вале чӣ гуфтам дар коллеҷи санъат хатм кардагӣ ҳастам ва бисёр худ машқ мекунем ва ҳамроҳи гурӯҳ нишаста машқ мекунем. шояд аз дӯстон, аз устодон, аз тамоми оне ки ҳамеша дар пайён ҳастанд ки санъати Рустам ба пеш равад. ташаккур. фаҳмом. ташаккури зиёд. хуб Рустам ҷон, мехостам ки суруди вой аз барои худоро бо овози зинда мехонед. бисёр хурсанд мешудам гуфтанд. ба ҷони дил. таронаи носазон ном дорад. марҳамат бари шумо. وای از برای خدا به من بگو بی وفا، وای از برای خدا به من بگو بی وفا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا، بعدی 1001 شب چرا تو گشتی جدا. هیچگاه جدایی نکنه. تشکر، صدایتون خسته نباشد. خب فیروز جان می‌نویسند سلام دوستی عزیز رستم جان، خوش آمدید به برنامه. کدام اسباب موسیقی را نواخته میتوانید؟
در کالج صنعت ما ختم کردم اسباب قانون رو. یک نمودی اسباب تاجیکانه است که قانون می‌برد. عبارت از 75 76 تار است و حالا در اسباب گیتار، در اسباب پیانینو اویسویسو مختص شده. کم کم می‌نوازم. فهمم. تشکر زیاد. خب علی اسمد ببینید. سلام، یک سرود با نام مهینه خوانید. بسیار خواهش دارم، من مخلصی شما هستم. مهینه نیستم. سلامت باشید. نخون سلامت باشید. خب سلامت باشید. خب شهزاد بیک ببینید. سلامی خود را به برنده برنامه و رستم عظیمی میرسونم. سوال من بر رستم عظیمی چنین است: اگر مخفی نباشد میگفتید که یک شعر را از شاعران با چند پول میخرید؟ با چند سوم میخرید؟ تشکر زیاد. البته که مخفی نیست. خب همیشه با همون شعرانی که همکاری میکنیم عقیده دستشون رو میدهیم. با ریزوگی دو طرفه ما این کارو حل میکنیم. ولی مبلغش رو گفتم برای فکر من جایز هم نیست. فهمم. بهتره. ادامه میدیم. گل асал пулотова менависанд: салом рустам азимӣ, чӣ хел ки маълум ҳаст ҳама ҷо карантин, бемории сахт омадааст. шумо ягон саҳме гузоштаед дар ин гуна ҳолати вазнин халқ кӯмаки хайроте кардаед? ба шумо ва аҳли гурӯҳатон муваффақият мехоҳам. мухлиса навиштанд. ташаккури зиёд мухлисахон. умуман худ дӯст медорам ки дасти ёрӣ кунам ба ён кас кӯмак кунам, мадад кунам, вале бисёр бад мебинам ки дар бораи он сухан кунам. рости гап моҳи шарифи рамазон аст. гуфтани чунин корҳои хайр худро дур мекашам ки гуфтанаш ба фикри ман ҷоиз нест. вале дар хизмат ҳастам. худдорӣ кардан беҳтар мегӯядам ба фикри шумо. خب تشکر. اصلا که دو عقیده موجود است که بله نیکی کنو با پرتو میگن، یعنی بکسر نگو میگن، اما باز یک چیز دیگر هست که میگویند که به فرزندان نشان ده که او همایند نیکی کند. خلاص به هر صورت تشکر که جواب گفتید رستم جان. خب چند سوالی کوتاه دیگر. تشکر زیاد میگویم که بهترین سراینده دوست داشته من رو دعوت میکنید. میخواستم اگر ایلوجاش باشه 4 مصرع از سرودی 9000 رو میخواندن. التماس تشکر زیاد از نام مخلصتون نصیبه نوشتم. خودی حاضر سرایدیم برای شما ترین 9000 رو. سلامت باشید. بله. اگر مرمت دوامش رو میسریم بعدی. دوامش رو. خب. چرا از حرف این قلبم تو احساسم نمیخوانی؟ چرا هم خانه دردم تو کردی رفتی پینهانی؟ میانی کلبه سردم درونی آتشی دردم کم جان در لبی مرگم خدایا. چرا با مهربانیت کناری من نمیمانی؟ وای از برای خدا. سلامت باشید. خب مقدس می‌نویسند سرود و کلیپ قیمت‌ترین شما کدام است؟ ترانه دلی دیوانه. دلی دیوانه. فهمم. خب آخرین سوال برای شما چنین است: نفری میخواد در کلیپ شما بازی کند، یعنی آرزو میکند که در کلیپ شما بازی کند، اما چهرهش آنقدر زیبا نیست. قبول میکنید؟ نمیگویم سوال پیش نشده. اگر سخت آرزو کردگی باشد برای چی میبینیم؟ حالا عصر 21 است. چهره رو باز زیباتر میکنیم. طریق امکانات تکنیکی ها؟ فهمم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب تشکر زیاد و نهایت قسمتی سوال از مخلصا به انتها میرسد. رستم یک زینه خیلی بزرگی دیگر رو ما طی کردیم و دیگر ما رسیدیم به قسمت دیگر، قسمت سومی برنامه. شما آماده هستید؟ سلامت باشید. البته. بلیتس هست اینجا. 10 سوال کوتاه. من کوتاه سوال میدهم و شما یا کوتاه جواب میگوید، خواهید شرح دهید، فرق ندارد. اما من کوتاه برای شما سوال میدم. خب آماده هستید؟ رفتیم. مرحبا. اسلوب یا مود، یعنی مدنی یا اینکه استیلنی؟ اسلوب. فهمم. خب با عقل بودن میخواهید یا شوق‌آور بودن میخواهید رستم؟ البته با عقل. با عقل. فهمم. سن و شوکی؟ یکم آبی جوش.
آبی جوش بسیار دوست می‌دارم البته. یعنی آب خنک، چای خنک رو. دوم بسیار سخت دوست می‌دارم که نوشوکی که مادرم در خانه از آلوچه تیار میکنن. سوم نوشوکی که انرژیتیک داره، انرژی داره تمام. فهمو یعنی نیرو میبخشد و نوشوکی که نیرو میبخشد. خب نوشوکی به اسپریتی نیرو بخشن اگر همینطور گویم اگر. خب رسما گویم بله. خب تشکر زیاد. هیچ وقت اینترنت نداشتن یا هیچ وقت با طیاره سفر نکردن؟ باید یکی رو انتخاب کنید. هیچ وقت اینترنت نداشتن یا هیچ وقت با طیاره سفر نکردن؟ ماشین رفته لیکن اینترنت باشد. فهمم. تشکر. عشق یا $1 میلیون؟ عشق یا $1 میلیون؟ بید من دروغگو نشم. مردم چطوری خواهم باودیم؟ به فکر من تمام انسانی که هست چون جواب میگه عشق در قلب است البته. $1 میلیون. $1 میلیون. جوابی بی پرده. من فکر میکنم که بی پرده جواب گفته. تشکر. سلامت باشه. راستش رو بگید بهتر به جای ساختن خود رو لازم نیست. در حقیقت دید یک بار گفت که $1 میلیون اگر آخی کار بسیار پیش میره. عشق میآید گویده. خب تشکر. سلام. 3 اکتور، 3 هنرمند. 3 هنرمند. یکمش سرگئی بیزروکوف. سرگئی بیزروکوف بهتره. بسیار قدر میکنم. دومش لیوناردو دیکاپریو. سومش ریتیک روشن. یک تا از گالیوود، یک تا از بالیوود، یک تا از روس گویم که روس کینو. لیکن از همه عزیزترین و بسیار هنری والا دارد این یکمش سرگئی بیزروکوف رو در نظر داره. بله هنرمند و گویم که هم رژیسور و هم اکتوری روس. خب تشکر زیاد. خب سوال هایی گویم که بلیت اما از جانب مخلصان پیشنهاد شده. همین گونه سوال ها هم بود. سوال از فرهاد مرا معذور دارد. فرهاد پیشنهاد شده است. رونالدو یا مسی؟ جوابی نخوید. هر دویش هم زور لیکن مسی لیکن. فهمم. تشکر. اصلا سوالی ما بلیتی ما 10 تا است. 8مین بلیتی ما برای شما از لدیز پیشنهاد شده است. گروه احسان رو خوب میحسابید یا گروه اقبال رو؟ باید یکی رو گوید، هر دو نگوید. نوشتم بسیار میخوام که اگر همون احسان و همون اقبال رو گیریم، اگر اقبال فهمم. همون احسان و همون اقبال پیشینه رو اگر در نظر گیریم کدومش؟ همون احسانی که در همون زمان ها بودن از سالهای 2006 تا 2010 یا 11 به فکرم خطا نکنم. اینقدر شاید خطا کرده باشم لیکن اقبال به فکر من خوبتر بود. فهمم. خب تشکر. خب 3 حافظ. بله. استاد جورابک مرادوف. یکم استاد جورابک مرادوف. دوم بسیار سندش رو دوست می‌دارم صدرالدین نجمی‌الدین. سوم موین. خب تشکر. خب آخران سوالی ما گویم که آخران بلیتی ما که با همه حافظان همین گونه سوال واگذار می شود. رستم جان عقل یا اینکه دل؟ البته که عقل. فهمم. بهترین. خب دل نیز به کار می‌دارد. تشکر زیاد. و قسمت بلیت رو نیز با انتها میرسونیم و یک قسمت کوتاهی دیگر باقی مانده است و خلاص. قسمت 4 یعنی سوال شخصیت ها با هم دیگر هست. اینجا سوال از فرنگیسی دنیا برای شما واگذار شده است. خب اگر مهمانی نوبتی برنامه شما مرد باشد بگویند که 5 چیزی که با زنان خاص است. یکمینش زن باید که در سر روی مال داشته باشد. روی مال خاصی زنانه. من بسیار میخوام که از من خفه نشم. من فکر خودم رو میگم، فکر شخصی خودم رو. یکمینش باید که روی مال باشد، تاجیکانه نیز باشد که روی مال باشد. دومینش زن باید همیشه خود در کوچه باشه، خود سرش خم باشد. سوم همیشه حرمتش رو با جا آورد. فهمم. خب پاک پرست باشد. چند تا شد؟ 3 تا شد؟ 4 تا.
3 تا شد 4 تا شد 4 تا شد. بله. چهارمینش آدمی نغز باشد. آدمی نغز باشد. تشکر زیاد. لیکن یک چیز سلیم جان، زن میگویم در زن چند قسم جدا میشن، مادر هست، دختر هست. بله. دیگر بسیار میگویم که همون دختری که زن میشود و مادر میشود حرکت کند که ارزنده این نام بزرگ باشد. بله. از همه اساسش همین وای چقدر در پیش گفتیم روی مول و دیگر چیزا اساس نیست. از همه اساسش حرکت کند که ارزنده باشد به کلمه مادر. فهمم. تشکر، سلامت باشه. تشکر زیاد. خب تشکر رستم جان. به مهمان نوبتی باید یک سوال گذارید. مهمانی که در آینده میاد به برنامه. بله. اولش همون مهمان سلامت باشن. تشکر. سلامت باشن. چی سوال دارم؟ خب سوالی من به مهمان آینده که میآید چی نامی که دارند به زبان روسی ترجمه کنند. نامشان رو با زبان روسی ترجمه کنند. بهترین. تشکر زیاد. با همین گویم که قسمت‌های برنامه ما نهایت به انتها میرسه. در ضمن دیل برنامه بینندگان عزیزی نگاهی نو که خواه ما رو طریق تلویزیون میبینید، خواه طریق اینترنت ما رو میبینید، از یوتیوب کانال ما میبینید، من برای شما سالمی رو تمنا میکنم و برای شما خاطر رسان میکنم که حافظی دوست داشته ما و شما حافظی که خیلی جوان و در برابر جوان بودن موفق و پر انرژی است، رستم عظیمی در مهمانی فاصلوی ما بودن. رستم جان تشکر برای شما. سلامت باشید سلیم جان. برای من یک چند ساعته که با شما هم صحبت شدم، یک دنیای دیگر، یک کیفیت دیگر گرفتم که اینقدر بنده رو قدر میکنن، سنتش رو قدر میکنن، حرمت میکنن و میخواهند که ترانه ها سراییم، میخواهند که در وصف اونها ترانه سراییم. برای من امروز یک فخر بود اشتراک کردن در این برنامه شما. یک کیفیتی خاصی بود. تشکر میگم به کل تماشابینان تلویزیون سیمای مستقل یکم، و کلی مردم عزیزی که ما رو طریق شبکه‌های اینترنتی تماشا میکنن. همیشه خانه آباد باشن، سلامت باشن، سربلند باشن و این دردی که امروز در دنیا رو فرا گرفته است بگذار به تیزی ها از ما دور گردد. باز همان روزهای پیشینه که خوش بودیم، خرسند بودیم برگردد. از آن روزها باز بهتر زندگی ما گردد. همیشه سلامت و سربلند باشن، خانه آباد باشن. دوستتون دارم. با تمنیات نیک، با تمنیات دیدار نیک در روزهای نیک زندگی شما. رستم عزیزی. سلامت باشید. خداحافظ. تشکر. خب بینندگان عزیز، خب من فکر میکنم که صحبت ما هرچند که خیلی طول کشید، شما از این صحبت روزی بودید، زیرا که به هر سوال شما ما کوشش کردیم که پاسخ بدیم. رستم عظیمی به سوالهای مخلصانش کوشش کرد که به همه‌اش یگان تاش رو صرف نظر نکرده پاسخ گفته باشم. من فکر میکنم که پاسخ خود رو گرفتید. شرح‌های شما رو، کامنت‌های شما رو من در زیر انتظار هستم. دکمه لایک رو پخش میکنید و در کانال ما به شبکه ما ابونه میشوید. خود رو احتیاط کنید. خداحافظ.